معجزه نمیکنه اما حالتو خوب میکنه. یه افسانه قدیمی هست که میگه تو دل صحرای قبیله زندگی میکرد. یه روز کوچیک داشت. مردم باور داشتن که این چشمه برکتش از 2 تا گیاه میگیره. یکی با برگ‌های بزرگ و خنک، آلوورا، یکی دیگه با برگ‌های تیز، گزنه. یه شب مادر دختری به نام لیوا مریض میشه. حالش خیلی بد میشه. لیوا یواشکی میره بالای چشمه تا آب براش بیاره. میبینه که آلوورا و گزنه خیلی محکم به هم چسبیدن و ریشه دووندن. یه ذره از آلوورا رو میچینه و یه ذره جوهر گزنه رو میگیره. با آب چشمه قاطی میکنه و برای مامانش میاره. وقتی مامانش از اون آب مینوشه انگار نور جدیدی توی بدنش بیدار میشه. هم آروم هم پر انرژی. از اون شب به بعد مردم قبیله به این ترکیب میگفتن نوشیدنی سبز نگهبان. این ترکیب معجزه نمیکنه اما حالتو انقدر خوب میکنه که انگار بدنت یه نفس عمیق کشیده.